روزی ما یک برنامه ویژه‌ای به نام سلام مردم، یک برنامه خاصی تهیه کردیم که در اون تمام فعالان حرکت سیاسی گروه 24 با مردم تاجیکستان، با هموطنان خود در منبر آزاد میبرایند و سوال و جواب میکنند و یک صحبت عادی و مردمی میگذرونند. همین از که ما برنامه را گذاشتیم سلام مردم و طول ماه یک بار با شما باشیم. البته یک چیز جدید است در صحنه سیاسی امروزی تاجیکستان. حتی هیچ یک حزب و حرکت، حتی در سطح راهبریه، در سطح وزارت و اداره و کمیته ها چون این دستور ندارن که همراه ما و شما باشن. حتی این چیزا را ما و شما میدونیم. یک برنامه‌ای که میشود گفت که بدون کدام نقشه در صحبت در یک جایگاه همراه مردم تولید شد و به خلاصه اومدیم و اینم پیشنهاد مردم هم بود که ما همین گونه صحبت بگذرانیم و مقصد از این صحبت چی است. دوام ماه شاید که چگونه که برادر سلمان اینجا ذکر کرد، یکم فکر نظرها است، پیشنهاد است، انتقاد هست، کدام عرض و شکایت ها است تا که ما یکدیگر را بشنویم. با همین سبب این برنامه در آخر هر ماه گذرانده می شود. عرض سلام و ادب بار دیگه به تمام شما برادران و خواهران و هر کسی که الان ما رو تماشا میکنه و بعداً تماشا میکنه. امروز 28 است، روز آخری ماه فوریه سال 2022 و طوری که ما قبلا وعده داده بودیم همه ماه در اخیر روز ما یک برنامه ویژه‌ای به نام سلام مردم، یک برنامه خاصی تهیه کردیم که در اون تمام فعالان حرکت سیاسی گروه 24 با مردم تاجیکستان، با هموطنان خود در منبر آزاد میبرایند و سوال و جواب میکنند و یک صحبت عادی و مردمی میگذرونند با مردم. و اگر سوال و جوابی دارند، درخواستی دارند و یا شکایتی دارند، میتوانند به هر یک عضو حرکت، به فعال حرکت، به هر راه و روش و برنامه، به هر چیزی هست میتوانند سوال و جواب کنند از مردم، از اعضایان حرکت، از رهبریت حرکت، از جانشین حرکت، از هر کسی باشد سوال و جواب کنند. و این برنامه سوم ما است که ما امروز 28 فوریه را برگزار کردیم و امیدواریم که برنامه ها در آینده همین خیلی پیش می رود. دوستان عزیز، یک بار دیگه باز همه شما را خوش آمدید میگویم. ما همین تورنامه یا به اصطلاح روسی سلکه این برنامه را در زیر نوار گذاشتیم. شما میتونید از زیر فیسبوک این را پیدا کنید و همچنان در یوتیوب هم میتونید با طریق اون خطی به استودیو پیوستید و ما سوال و جواب کنید و فکر نظرتون رو بگویید. و این چونین دوستان عزیز، ما همیشه تلاش کوشش میکنیم که برنامه همون سیاسی باشد، راجع به سیاست صحبت کنیم، روزی به اوضاع وضعیت تاجیکستان صحبت کنیم و یا اینکه خارج از آن. ولی در این برنامه یک برنامه خاصی است که ما صحبتی شاید سیاسی هم انجام بدیم، چون یگان کاری فعالان حرکت سیاسی گروه 24 بدون سیاست نیست. ولی در این برنامه ما کوشش میکنیم که عادی‌تر و با ساده‌تر با مردم خود صحبت کنیم و کوشش تلاش کنیم که مردم خود را در بر ما ببینند و ما خود را در بر مردم ببینیم. همین طریق با هم هماهنگی کرده تاجیکستان آینده را با هم بسازیم. و اگر ما در این منبرها بتونیم با هم یک جا بشیم و این برنامه ها در آینده در تاجیکستان زنده و در نزد یک طبق آش در داخل وطن ما خواهد بود. خب صحبت طولانی نمیکنم، برادر بهروز هم سخن میتیم اگر فکر نظری داشته باشند. بله، با خدا و سلام و درود خدمت تمام برادران و هموطنانی که این زمان ما را در پخش زنده میبینین. امیدوارم همگی خوب باشین دوستای عزیز. البته چطور که برادر انصاری در بالا ذکر کرد در مسئله این برنامه که خواب از سال نو به بعد ما چنین یک تصمیم داشتیم که هر ماه در آخر ما فرقی ندارد کدام روز می بیاد در پخش زنده با شما باشیم و هدف از این هم شاید مردم ما سوال‌های دارد راجع به حرکت سیاسی گروه 24 بعد از سوال‌های ناجوابی است و شاید در جای جواب گفته شده از فرض کردیم سال 2015 16 17 شاید در جای گفته شده است و از یادهای مردم و شاید یک ماه پیش یک جوانی تازه داخل حرکت سیاسی گروه 24 میشود معلومات درست‌تری نداره و از جمله خبرها و این معلومات‌ها دوستای عزیز ما به همین خاطر تصمیم گرفتیم همراه شما باشیم در پخش زنده، از رهبریت سرکرده تا مسئولان بخش فرقی ندارد. حرکت سیاسی گروه 24 امروز کلان یک نظامی
ساخته شده است. البته که بخش خود را دارد رهبریت، اعضای حرکت، نمیدونم مسئولان هر بخش و هر سمتی که میبینین دیگر مسئولان ساخته شده است، آماده شده است و سمت حرکت میکنه. و ما ان امیدوارم که فرض کردیم اگر برادران یک سوال دارن راجع به خب بخش اطلاعات، راجع به سخنگوی، راجع به رهبریت، شاید از کدام سوال هایی که ربط به قضیه وطن دارد نظری رهبریت یا دیگر اعضای حرکت گرفته می شود، به همین خاطر تصمیم گرفتیم ماه یک بار با شما باشیم. شاید بسیار سوال های واقعا به جوابی است که در بعد از برنامه ها با ما تماس میگیرن، چون شخصا مسئولیت اون سوال من ندارم، یعنی که رهبریت هست، مسئولان بخش است، برای ما سوال میتونن. همه از که ما برنامه را گذاشتیم سلام مردم و طول ماه یک بار با شما باشیم. البته یک چیز جدید است در صحنه سیاسی امروزی تاجیکستان، حتی هیچ یک حزب و حرکت حتی در سطح رهبریت، در سطح وزارت و اداره و کمیته ها چون این دستور ندارن که همراه ما و شما باشن. حتی این چیزا را ما و شما میدونیم. با خاطر دوستان عزیز زیاده روی نمیکنیم، قبل از آغاز برنامه و برادرای دیگر رو دعوت کردن از شما خواهش میکنیم پخش زنده برنامه رو به دیگر رسانه ها و شبکه ها فرستین بگذارین و اگر توانیم این شام زیادتر بالای بعضی از مشکلات هایی که امروز در جامعه ما و شما هست، بیرون از تحقیر، بیرون از دشنام، بیرون از گپ های قبیحی که ما در دیگر برنامه ها میگیم، یعنی سخت‌تر گپ میزنیم، ولی این شام بیاین یک صحبت دوستانه داشته باشیم و از برادران و هموطنان دیگر که فهمش خوب سیاسی دارن، البته تحلیلگرن، سیاستمدارن، شاعرن، عالمن، نویسنده، روزنامه‌نگارن، کسایی هستن که تا امروز خاموش بودن. خب این منبرهای شما است، الکای مرحمت کنین، شما بیاین فکراتون رو بیان کنین و دیگر حرفایی که هست. خب برادر سهراب ظفر خوش آمدید و دیگر برادرایی که در اینجا هستین بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله برکاته. برادر سلمان، برادر انصاری و هموطنانی که همراه ما قرار دارین در اینجا و از همه شما می‌داریم و گرچنده که برنامه سلام مردم از ابتدای سال شروع کردیم که از آخری سال بودم، یک برنامه‌ای که میشه گفت که بدون کدام نقشه در صحبت در یک جایگاه همراه مردم تولید شد و به خلاصه اومدیم و اینم پیشنهاد مردم هم بود که ما همین گونه صحبت بگذرانیم و مقصد از این صحبت چی است. دوام ماه شاید که چگونه که برادر سلمان اینجا ذکر کرد، یکم فکر نظرها است، پیشنهاد است، انتقاد هست، کدام عرض و شکایت ها است تا که ما یکدیگر را بشنویم. با همین سبب این برنامه در آخر هر ماه گذرانده می شود و امروز باشد من فکر میکنم که یک کمی برنامه‌مون فرق میکنه، گرچند که ما در موضوعهای مختلف البته چنگ میزنیم و دیگر گوش میکنیم، اما موضوع حادثه‌ای که امروز جامعه جهانی را تکان داده است، من پیشنهاد میکنم که ما بیشتر وقت خودمون بالای این موضوع صرف کنیم، چون درست است شاید که ما کاری را انجام داده نتونیم، شاید ما سر راه این جنگ رو گرفته نتوانیم، شاید ما با اون اندازه قوت توانایی نداشته باشیم که در این مسئله ها تاثیر بگذاریم، اما یک چیز فراموش نکنیم که چی در روسیه باشد، چی در اوکراین باشد، ما مهاجرای زیاد داریم، هموطنای زیاد داریم که از هر دو طرف در هر دو کشور شهروندای ما دارن اذیت میکشن الکی و ما در اینجا چنین صحبت داشته باشیم و همچنین پیشنهاد میکنیم که اگر هموطنای ما که از اون کشورها ما را میشنوند و میبینن از احوال خود خبر بدن. گرچنده که حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که و رقم‌های تلفن هم گذاشت که میتونیم به اینجا خب تماس بگیرید، از مشکلات خود حرف بزنید تا که ما شما را به جاهای بی خطر برده که در کار خیری را برای شما انجام بدهیم، اما تا حال چشم‌رس نیست این چیزها، متاسفانه چشم‌رس نیست. برعکس ما میبینیم که از اوکراین زیاد هموطن‌ها چی به ما تماس میگیرن، چی در بعضن با دیگران یا در رسانه‌ها میبینیم که در حالت ناگوار قرار دارند. من همینجا از استفاده برده از این وقت مناسب پیشنهاد دارم که هموطنایی که هستند اولا که این چیز یک چیزی ناگهانی نبود، یک چیزی سورپریز نبود، جامعه جهانی برای این کار آماده بود. دوام سال بود که چنین گفت و شنیدها بود که امروز یا فردا این مناقشه، این جنگ بین دو کشور سر می شود، بین این دو دولت،
و یک تقریبا 10 روز پیش از همین جنگ علاقه زیادی کشورها خصوصا کشورهای اروپایی و امریکا، اسرائیل، اینها شهروندای خود از اونجا پس خوندن، در فکر آنها بودن، یعنی فهمیدن که دیگر کار تا کجا میرسد. منظورم این است که این کاری از سورپریز نبود، یک چیزی ناگهانی نبود. گرچند زیاد نفرها سیاستشناس و سیاستمدارها حرف میزدن، من خودم با چندین نفرها صحبت ها داشتم، سوال میکردم، اکثریت میگفتن که جنگ نمیشود. اما در علاقه تا 10 روز دیگر موندن معلوم شده بود که 100% جنگ میشود و ما در اینجا همراه نفرهای خودمون که در اون اوکراین قرار داشتن و با نماینده حرکت در کشورهای سابق شوروی برادرمان محمد صابر همچنین صحبت داشتیم و با شورا هم یک مشورت گذراندیم، یک جلسه داشتیم که در چنین حادثه رفت جنگ سر شد چیکار کنیم، یعنی هموطنان ما باز از اونجا خارج کنیم، هموطنان یا که فعالان اعضایانی که داریم. و این کار ما 90% انجام دادیم. برادران مبارز، اگر کسی که خواطر باشد از مبارزان، منظور این است که ما 90% انجام دادیم. یک تعداد کوچک مانده است که اونها حالا در جای امن هستند، در جای بی خطر هستند، ان شاءالله که اونها هم به یک جای خوبتر میرسند. و به مردم هم پیشنهاد دارم که امروز برای شما مرزهایی هست که شهروندهای دیگر کشورها را بدون کدام مشکلی ان شاءالله که میتونن که قبول کنن تا یک مدت معینی در اونجا مونین، بعد اختیار دارن که به وطن خود برمیگردن یا که در اون کشورها میمونن. اگر نفرایی که در کشور در تاجیکستان مشکلی دارن، مشکلی سیاسی باشد یا کدام مشکلی دیگر، امیدوار هستم که این چیزا استفاده میبرن، نه اینکه خب در یک نمیدونم تهخانه که اونجاها منتظر حکومت امروزه میشوین. من یک اخیران چیزی که خواندم در اونجا از طرف میدی تاجیکستان گفته است که در اوکراین گویا که ما همگی 4000 شهروند داشته باشیم. حالا که ما 4000 شهروند فکر میکنیم که در کدام کشور افریقایی داریم. امروز مردم تاجیکستان هم اینجا پراکنده است، سرسان سرگردان هستند و من فکر نکنم که این اندازه کوچک، این چمگی 4000 در اوکراین باشه. 4000 فقط همین نفرهایی هستند که مشکلات سیاسی دارن با فرزندان و اهل عائله که هستن، همون خودشون 4000 میشون. خب امیدوار هستم که استفاده میبرین و انشالله که به یک جای امن میرسیم. این چیز است. من فکر میکنم پیشنهاد دارم که اول فکر نظر یک چند هموطنان را بشنویم، شاید در همین مسئله گفتنی دارن، کدام خش اقربای در کجای هستن، ما میتونیم مشورتی بدیم، کمک کنیم که در اوکراین بند باندن و بعد باز به موضوع برمیگردیم. سلامت باشین. تشکر.